در میدان قسم حربی قشونه‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت دعوتشوندگان از ناحیه‌های منطقه رشت برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند. رفت چاره‌بینی با شکوه از حس وطن‌دوستی جوانان ناحیه‌های لخش، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و نورآباد شهادت می‌داد و این مسئولیت شناسی باعث اجرای نقشه دعوت بهاری گردید. در همایش روز دعوت شونده نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های منطقه رشت، مقامات حفظ حقوق، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوت شوندگان و سابقه داران و فعالان جامعه اشتراک نمودند. خدمت در صف قوه‌های مسلح برای هر یک مرد با ننگ و ناموس و تندرست و خودآگاه مکتب حیات و جوانمردی است، زیرا در این مکتب جوانان درس شجاعت و مردانگی گرفته حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان را می‌آموزند. قوای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه بی‌واسطه رهبر معظم کشور پیشروی ملت قرار دارد. ما جوانان را لازم است که در حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم پایه‌های دولت و دولتداری و تامین امنیت و ثبات کشور صادقانه باید خدمت نماییم. خلق کشور با فرزندان نیرومند خود قوای مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار می‌کند. ما دعوتشوندگان ناحیه رشت وعده می‌دهیم که خدمت حربی و صاف دلانه اجرا نموده به خلق و ملت خود صادقانه خدمت می‌نماییم. در روز یکم دعوت بهاری به صف ارتش ملی جوانان ناحیه‌های منطقه با درک مسئولیت و حس بلند وطن دوستی به کمیسریات‌های حربی حاضر شدند. آمادگی خود را برای خدمت در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرز و بوم وطن اجدادیمان بیان داشتند. من صبرزاده فیضعلی، استقامتکننده ناحیه سنگوار، ختم‌کننده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. پس از ختم دانشگاه با خواهش شدم با کمیسریات حربی ناحیه سنگوار حاضر شده اختیارا با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر میشم. با جوانان گفتنم که به مثل من اختیارا آماده خدمت مادر وطن را ادا نمایند. در این روز با شکوه به نوسکرانی که کورس رانندگی را ختم نموده برای به صف ارتش ملی شامل شدن شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. در میدان قسم نظامی نوسکران مشق‌های نظامی آماده نموده سربازان را تماشا نموده والدین فرزندان خود را به دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه هدایت نمودند. جوانان را ما دائما در مکتب‌ها در همه جبهه‌ها برای آبادی و برای در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کردن تشویق و تقویق می‌بریم. با شرافیت سرور دولت امام علی رحمان روز تا روز شرایط و زندگی سربازان و افسران بهتر و خوبتر شده ایستاده است. به همه دعوت شوندگان مراجعت کرده میگویم که در راه خدمت صافدلانه مرز و بوم وطن دائما صادقانه تیار باشند. حمایت مرز و بوم وطن، حفظ ارزش‌های ملی، پاس داشتن دستاوردهای زمان صاحب استقلال کشوری عزیزمان رسالت هر یک شهروند مملکت می باشد. محض با درک این مسئولیت پنج ناحیه منطقه رشت در فضای تنتنوی نقشه دعوتی را اجرا نمودند. در انجام جمع تنتنوی دسته هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه‌های منطقه رشت برنامه عبارت از صداقت به وطن و افتخار ملی را منظور حاضرین کردند.